درود دوستای خوبم، هنگامه هستم با آشپزخونه من. خوش اومدید. امیدوارم کلی حالتون خوب باشه دوستان. امروز اومدم کنار همدیگه ماست و خیار رژیمی درست کنیم. تا آخر ویدیو کنار من باشید، ویدیو هم لایکش کنید تا با هم این مزه خوشمزه و مقوی و رژیمی رو با هم دیگه درست کنیم. دوستان برای درست کردن این مدل از ماست و خیار که حالت رژیمی داره، من تقریبا از 4 تا 5 تا به سلیقه خودتون خیار استفاده میکنم. خیاری من که میبینید زیاد ظاهر سالمی نداره. من اصولا از بازار روز از دوستانی که از باغچه‌های خودشون میچینن میارن اونجا، خانمای مسن هستن که میارن میذارن اونجا میفروشن، از اونها تهیه میکنم به خاطر اون خیلی ارگانیکه. پوست میکنم، من کل پوستشو نمیکنم، ترجیح میدم که اون حالت دو رنگ رو به خاطر قشنگیش داشته باشه. حالا خیارا رو به هر شکلی که دوست دارید دوستان برش بزنید. ترجیحاً فقط نازک برش بزنید، خیلی ضخیم نباشه. من به این شکل برش میزنم. حتی میتونید حلقه، اگه خیارتون خیلی کوچیک باشه حلقه برش بزنید استفاده کنید. دو تا پیاز بنفش، خیارامو خورد کردم دوستان، گذاشتم کنار. 2 تا پیاز بنفش دارم، کوچیک هستش سایزش، به خاطر من 2 تا استفاده میکنم. اگر اینکه متوسط بود همون 1 دونه. به صورت باریک خوردشون میکنم. خلالی خورد کنید پیازاتون رو. پیازم هم خورد کردم. حالا 2 تا مشت شوید، اونم ریز خوردشون میکنم. حالا دوستان به این ترکیب حدود 700 گرم ماست اضافه میکنم. ماستمو یه مقدار هم زدم با موادم. حالا به این ترکیب یه قاشق چایخوری نمک، یه قاشق چایخوری پودر سیر اضافه میکنم. 3 تا قاشق غذاخوری سرکه سیب. حسابی همشون میزنم تا کامل پودر سیر به خوردش بره. به همین راحتی دوستان این ماست و خیار رژیمیمون آماده شد. حتما درست کنید دیگه، هم طعمش فوق العاده است، هم که واقعا رژیمیه و خیلی برای سلامتی مفیده. بعد که درست کردید حتما اجازه بدید 2-3 ساعت توی یخچال بمونه تا اون پودر سیره براش در بیاد. اگر دوست دارید که مزه سیرش زیاد باشه، از خود سیرم میتونید استفاده کنید. چون رسیپی اصلی پودر سیر داشت، من هم پودر سیر رو استفاده کردم، ولی فوق العاده است. دوستان امروز هم کنار همدیگه این ماست و خیار رژیمی رو درست کردیم. امیدوارم که درست کنید و از طعم بی‌نظیرش لذت ببرید. طعمش فوق العاده است. من دیگه بیشتر از این تعریف نمی‌کنم تا خودتون درست کنید. اسم منم هنگامه است. کلی دوستتون دارم. سابسکرایب کانالم یادتون نره. ویدیوی بعد همدیگه رو می‌بینیم.